أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من التجأ إليكم يا غريب يا مظلوم كربلاء. ये सलावत بفرستین. اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی از مسائلی که مهم است و ما باید اهتمام به اون بورزیم شعائره. عنوان بحث ما شعائر. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معناش هم اینه که اگر نشانه های خدا رو کسی زنده نگه دارد، این از تقوای این شخص سرچشمه گرفته و دلالت می کند که این شخص انسانی است که تقوای الهی رو پیشه کرده. یکی از نشانه های متقین حفظ نشانه های خداست. خب شما می دانید شعائر جمع شعیره است. در قرآن چندین بار اسم شعائر اومده. اگر به قرآن کریم رجوع کنیم میبینیم که در 4 آیه این کلمه به کار رفته شده. ان الصفا والمروه من شعائر الله ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والبدن جعلناها لكم من الشعائر. که شترهای چاق و فربه رو ما برای شما از شعائر قرار دادیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. مراسم حج رو محترم بشمرید و مخالفت با اونها رو حلال ندونید. مخالفت با مراسم رو. شاید سوال کنید که این آیات قرآن رو که تلاوت کردین در مورد شعائر، همه اینا در مورد حج بود. خب طبیعیه. چرا؟ برای اینکه در حج همه امتها جمع میشن. سیاه، سفید، قرمز، از مختلف، با چهره‌های مختلف، با دیدگاه‌های مختلف. بهترین جایی که بتواند انسان شعائر رو منتقل کنه در حجه. ولذا این آیات قرآن اشاره به حج داره. خب اشاره میکند به شتری که در هر حال توانایی داره. خب شما وقتی که شتر رو برای قربانگاه میبرید چه نشانه ای رو در او میبینید؟ این معجزاتی که در این هست، در شتر میتواند گرسنه بماند،
میتواند حتی تا 1 ماه آب ننوشد و این نشانه های خداست که این قدرت رو خدا داده و جای بیان نشانه های خدا حج. الان ببینید حتی الان اممی که میروند، شیعیان که میروند، خب در اونجا مبانی تشیع رو میگن، مردم رو به سوی تشیع جذب میکنن. و این آیه قرآن که میفرماید که من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، این عامه، هر جا، هر مکان. و از اون طرف فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، خب ما در مورد حج صحبت کردیم، در مورد مسائل خاص در قرآن صحبت کردیم. نمیتوانیم کتاب قانونه که همه قضایا و داستانها رو بگیم، لذا اشاره کردیم. بعد یه قضایی رخ میداد در در قبایل، در نسلی که بعد میاد. شما نشانه های خدا رو بیابید و تطبیقش کنید، ببینید کدام از اینها کارایی در حفظ دین دارد، او رو به کار ببرید. شاید سوال کنید که نقش شعائر چیه که انقدر اصرار هست روی شعائر؟ شعائر چه مزیتی داره؟ یکی از بارزترین حصیله شعائر معرفی مکتبه. هر کسی بخواد مکتب خودشو معرفی کند یه چیزی رو شعائر قرار میده، نشانه برای خودش قرار میده. حالا این نشانه‌ای که قرار میداد برای معرفی مکتب ممکنه جمله‌ای باشد، ممکنه علامتی باشد و ممکنه شعاری باشد که او رو تکرار میکنه. ما شیعیان، کسی اگه بخواد بفهمه ما شیعه هستیم یا نه، وقت نماز متوجه میشه. وقتی صدای اشهد ان علی ولی الله در بانگ اذان به گوشش برسه، شخصی وارد قریه‌ای شده، روستایی شده، شهری شده، نمیدونه که اینها مکتبشون چیه، مذهبشون چیه، میدونه مسلمانن. لذا میگه من منتظر میشم ببینم اذانشون رو چگونه ادا میکنن، چون شیعیان شعارشون در اذانشونه، اونم اقرار به ولایت امیر المؤمنین روح اله الفدا. لذا اذان از شعائر شیعه است. کسی حق ندارد شهادت بر ولایت امیر المؤمنین رو از اذان حذف کنه به هر نحوی. این شعار شیعه است، باید باقی بموند و کسی که او رو ترک کند معصیت کرده، گناه کرده. چرا؟ چون در هر حال ولایت معجون است با مذهب، یعنی مذهب بدون ولایت معنا نداره. مثل این است که شما یه 4 پایه بسازید، 3 پایه‌شو بردارید، این استقرار پیدا نمیکنه. 2 پایه‌شو بردارید، استقرار پیدا نمیکنه. 1 پایه‌شو بردارید، استقرار پیدا نمیکنه. اشهد ان علی ولی الله جزء ارکانی است که مذهب رو او تکیه کرده، شیعه اثناعشری رو او تکیه کرده که اگه یکیش از بین بره از اون ارکان که از جمله ولایت باشه، مذهب استقرار نداره. چون قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی با ولایت امیر المؤمنین. پس یکی از مواردی که برای نقش شعائر بیان کردن معرفی مکتبه. امر دیگر که شعائر نقش اساسی داره، امتی که میخواهد خود رو موحد
معرفی کند با شعار معرفی میکنه. شما میبینید که وقتی که تشییع جنازه میکنیم میگیم لا اله الا الله، امری به وجود میاد میخوایم خودمونو معرفی بکنیم میگیم لا اله الا الله و اضافه میکنیم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. این لا اله الا الله اقرار به توحید، اعلان به توحید. این سوره حمد که در هر حال ما او رو چندین بار میخوانیم در روز، این اقرار به توحیده. لذا یکی از مواردی که شعائر در اون نقش داره و باعث اعلام هست بر دیگران، این است که ما اگر توحید رو و اعلان توحید کنیم باید با شعائر او رو بیان کنیم. نقش شعائر در تبیین توحید، یعنی اعتقادی که ما داریم رو برای مردم بیان کنیم. این شعائر میاد این رو میرسونه. امتی رو که اعتراف میکنن به وجود خدا و او رو بدون شریک معرفی میکنن لا اله الا الله، این اعلان توحید و یکی از شعائره. پس نقش شعائر، یک در معرفی مکتبه، دو در اعلان توحیده. و یکی دیگر اگر برگردیم به تاریخ اسلام میبینیم که رسول الله یه خطه ای رو در بعضی از جنگ ها و بعضی غزوات اتخاذ کرده که نشون میده شعائر موجب ایجاد رعب در دشمن میشه. پس یکی از موارد دیگر شعائر موجب رعب دشمن میشه، ارعاب دشمن. شما ببینید این یهودی که در مدینه بودن و با پیامبر پیمان بستن که یا رسول الله ما میخوایم تحت کنف شما باشیم، چون رسول الله هر امتی رو که ایمان نمی آورد حمله میکرد. یهود آمدن گفتن آقا ما میخوایم تحت ظل شما زندگی کنیم، ولی در پنهان توطئه میکردن. پیامبر فهمید، گفت قلعه‌شون رو محاصره کنید. اونجا پیامبر اکرم تکبیر گفت، مؤمنین هم تکبیر گفتن. این الله اکبر یک رعبی رو در دشمن ایجاد کرد و چندین شب پیامبر با این الله اکبر به جان اینها ترس می انداخت. پیامبر اکرم خواستن برگردن، فرمانده رو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار دادن. به حضرت فرمودن در مدتی که من نیستم و تو فرمانده هستی تا صبح همه باید الله اکبر بگید. اونقدر الله اکبر گفتن که این یهودیا تسلیم شدن. این نشان میدهد که شعائر یکی از نقشهاش ایجاد رعب در دشمنه و تاریخ با قضایای مختلف این رو ثابت کرده. اصلا شعائر خودش اعلان حقانیت. دو گروه که با هم درگیر میشن، طرفی که موحده کلمه ای رو میگوید، طرفی که بت پرسته کلمه ای رو میگه. خب
این شعائر از طرف این موحدین چیه؟ به عنوان حقانیت و بیان حق. شعائر حق رو بیان میکنه. پیامبر از این طرف میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از اون طرف میگفتن لنا هبل و لنا عزا ولا هبل لکم ولا عزا لکم. جلو پیامبر ایستاده بودن، بعد این هبل رو بالا می بردن، پایین می آوردن، می گفتن هبل زنده باد و به نفع این بت شعار می دادن، ولی پیامبر الله اعلی و اجل و می فرمودن لا اله الا الله. پس یکی از نقش های شعائر اعلام حقانیت در مقابل خصم. این از شعائره که بهشون امانت میده نگه دارن. چرا؟ چون نشانهای خدا توشه. اجازه بدید چون بحث ما شعائره شما رو ببرم به نکاتی که این شعائر ملموس میشه، روشن میشه. امام روحی له الفدا میفرماد نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. اشاره میکند به نفس کسی که به خاطر مظلومیت اهل بیت اندوهگینه، یا اشاره میکند به این که کسی که به خاطر ما اندوهگینه نفسش تسبیح اجر داره. یا میفرماد من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. قلبش نمیمیره اون روزی که قلب ها میمیره. یا میفرماد فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام. گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین گریه کنن علیه السلام. چرا؟ چون گریستن بر او گناهان بزرگ رو از بین میبره. میبینیم یه شعیره ای رو امام داره القا میکنه، یه نشانه خدا رو که یقینا امام وقتی این امر رو میگوید هدفی از این کار داره که همون حفظ دینه. پس شعائر یک امر دیگرش این است که دین رو حفظ میکنه. تأثیر شعائر در جامعه اسلامی، در جوامع بشری که دین حق رو حفظ میکنه. همینطور هم هست. امام میفرماید ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. امام رضا فرمود به ریان ابن شبیب اگر تو رو خوشحال میکند که در درجات والای بهش با ما باشی، پس در اندوه ما غمگین باش و در شادی ما شاد باش. دو تا شعار مهم رو امام القا میکنه که یک مؤمن باید روز وفیات اهل بیت غمگین باشه، روز شادی اهل بیت شاد باشه. این شعائره. پس نتیجه میگیریم امر دیگری که مهم است و شعائر در خصوص اون نقش مهمی داره حفظ دینه و اونم باید از امام معصوم گرفت. امامی که گناه نداره، امامی که تحت توجه تربیت خداست. چون کسان دیگه اگه بگن ممکنه اشتباه بکنن، علمای دیگه ممکن است خطا کنن. فرق معصوم با علما همینه.
لذا علما نمیان چیزی از خودشون اضافه کنن، علما میان کلام امام رو تفسیر میکنن، کلام امام رو بیان میکنن که مردم در گمراهی نیفتن. حقم همینه. اینا 80 سال در علوم اهل بیت، در وحی الهی، در کلمات پیامبر تأمل میکنن، تدقیق میکنن، بعد میان برای مردم توضیح میدن که مراد از این امر که خدا میفرماید و قرآن میگوید، پیامبر اکرم میگوید، اهل بیت میگوین مراد چیه. این رو میرسونن. ولذا نقش شعائر در حفظ دین از روایات اهل بیت ملموسه. لذا دشمن میبینید که این شعیره رو میخواد از بین ببره، یه عده رو میفرسته در عزای سید الشهدا خودشونو منفجر کنن، یه عده رو میفرستد فلان تخریب رو انجام بدن تا زوار آسیب ببینن. این کارا رو انجام میده، ولی چون شعائر است، چون امام گفته است، کسی نمیتونه او رو محو کنه. این طول تاریخ بوده. وقتی چیزی شعائر شد دیگه نمیتونی از اون مردم خارجش کنی، از اون مردم بخوای این کار رو انجام بدی. ببین الان قرن ما قرن ارتباطات دیگه. بعضی از این مردم، قوم ها، یک حرکاتی دارن که الان خودشون هم میفهمن این حرکات واقعا یک چیز بسیار سفیهانه است، ولی حاضر نیستن دست بردارن. در فلان روز تمام گوجه فرنگی موجوده در کشور رو تو خیابون ها میریزن که مردم له کنن، به همدیگه بزنن. میگن ما اینجوری شناخته شدیم. یا گاوهای وحشی رو میارن در یه محوطه ای آزاد میکنن که مردم رو بزنن و مردم فرار کنن. میگن آقا این دیگه جزو مراسم ماست، ما این گونه شناخته شدیم. وقتی کسی نام ما رو میبره فوری یاد اون حرکت میفته. حالا من نمیخوام قیاس کنم شعائر رو با این چیزها، ولی میخوام به شما بگم که وقتی رسوخ کرد دیگه دست ازش بر نمیدارن. نسبت به ما شیعیان، ما خب امورمون معقوله. ما اون چه که گرفتیم از اهل بیت گرفتیم، نه از دیگران. و اون چه که بهش معتقد هستیم از امام معصوم گرفتیم ما. لذا ما معتقدیم به این که این روشی که اهل بیت به ما یاد دادن برای حفظ دین، همین روش جواب داده و اونم شعائره. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. اینو قرآن ابتدا گفت. اهل بیت آمدن شعائر رو به ما توضیح دادن. چطور؟ روز شهادت امام حسین امام باقر مجلس گرفت، امام صادق مجلس گرفت، امام رضا مجلس گرفت، مردم رو نصیحت کرد. گفتن این مجلس رو به پا دارید، ما این مجالس رو دوست داریم. شد شعار شیعه. محرم و صفر شد شعار شیعه. این سیاپوشی که مردم به تن میکنن این شعار شیعه است. از همه این موارد سوال کنی نهایتش به خدا میرسه. چون ما اگه اهل بیت رو دوست داریم برای خدا، ما هر کاری رو میکنیم برای خداست. اینا بهترین بنده های خدا بودن در فعلشون، در کارشون، در حرکتشون. لذا ما اونها رو دوست داریم. اینا بهترین بنده های خدان. تبارک الله احسن الخالقین. اینا بهترین بنده هایی هستن که خدا اونها رو انتخاب کرد و برای نجات امت اونها رو معرفی کرد. پس شعائر نقش اساسی در حفظ دین داره و باید او باقی بماند. مثل اذان که در او اشهد ان علی ولی الله هست، حجت الله هست. این حرام کسی حذف کنه، او رو جایز نیست. محرم و صفر باید باشد، کسی او را حذف کند مرتکب گناه شده. باید احتمام داد هر کسی نسبت به قدرت خودش. چرا؟ چون شعار شیعه است. شیعه از بین میره بدون این شعارها، ولذا اصرار میکنیم بر شعائر. پس
من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب به عنوان یک آیه قرآن که سعادت ما رو تضمین می کند. این آیه قرآن که اگه شعائر رو اهمیت بدی عاقبت جاودان خواهی داشت. و فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. قرآن قصه میگه بیاد بگیرید، عبرت بگیرید، درس باشه برای شما، تو آینده شبیه این قضایا رو خواهد داد. مگر هاجر و اسماعیل تشنه نشد؟ مگر هاجر خسته نشد؟ تو دشت کربلا علی اصغر هم تشنه شد. زینب سلام الله علیها اون همه مصائب براش بار شد. فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. امروز خب روزی است که بسیار عظیم است نزد شیعه. سالار شهیدان تو همین لحظات بر روی زمین افتاده، بدون کفن، بدون لباس. و لذا امام زمان سلام کرده به اون بدنهای عریان، سلام کرده بر اون بدنی که بدون سر است، سلام کرده به اون محاسنی که پر از خون است. اومد با خواهرش خداحافظی کنه، صدا زد یا زینب، یا رقیه، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. همه را آرام کرد، گفت خواهرم تمام این مصائب رو و این خانم ها و دختران رو همه رو به تو می سپارم، خواهرم تحمل کن. دنیا دار فناست، دار بقا نیست. همه ما میریم، کسی از ما باقی نمیماند. نگاه به بچه ها کرد، به زنها کرد، گفت برادرم این همه زن و بچه رو چجوری نگه دارم؟ فرمود خواهرم صبر کن، خدا تو رو کمک میکنه. یه جوری با خواهرش خداحافظی کرد. اصحاب مقاتل میگن انگار او رو نمیشناسد. چند قدم بر نداشته بود صدای سوزناکی رو شنید. صدای سوزناکی رو شنید. مهلا مهلا یبن الزهرا، مهلا مهلا یبن الزهرا. کرده وصیت مادرم هنگام میدان رفتنت، بوسم به جایش حنجرت، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. برگشت گفت خواهرم چه شده؟ گفت برادرم مادرم یه وصیت کرد، حسین وارد میدان می شود، احتیاج به این لباس کهنه پیدا میکنه، بهش بده زیر لباساش بپوشه تا بدنش رو عریان نکنن. بگم فاطمه جان دلها بسوزد بر سید الشهدا، نه تنها بدنش رو برهنه کردن بلکه به خودشون زحمت ندادن انگشتر از انگشت خارج کنن، انگشت دریدند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق سید الشهدا، به حرمت این روز، به مظلومیت شهدای این روز،
به فریاد زنها و کودکان در این روز، به مصائبی که سید الشهدا تحمل کرد. خدایا این اعمار رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم.